بار اول نیست که لی جیاکسینی تقریبا 70 ساله میافتد و یا پیش پا میخورد. برای یاد گرفتن پرواز با پراپلان او 1 سال افتاد و خیست. با گپی معلمش که گفت از آرزوی پرواز دست کشد گوش نداد. حالا هر وقت دلش خواست با آسمان میخیزد. لی جیاکسین از ولایت جیلینی چین در 55 سالگی بازنشسته شد. وقتی شوهرش درگذشت و دخترش به ناحیه دور به کار رفت، او از تنهایی خسته شد و رو به دوچرخه سواری و آب بازی آورد. روز چند نفر را هنگام پرواز با پراپلان دید و به این ورزش خطرناک مشغول شد. برای جبران بعضی از محرومیت ها در آوان جوانی، لی جیاکسین اکنون هر کاری که دلش میخواهد انجام میدهد. وقتی جوان بودم نه همه چیزی را که میخواستم داشتم. حالا پیر شدم و تا زمانی که صحتی هم خوب است کارهای دوست داشتم را انجام میدهم. بسیاری هم میگفتند که پیر شدی نمیتوانی. باز هم میپرسیدند که پرواز کردن میخواهی؟ میگفتم بله میخواهم. او سال 2009 اولین بار پرواز کرد و میگوید ترس و هیجان داشت و خود را مثل پرنده هنگام پرواز احساس میکرد. لی جیاکسین نه تنها وقتش را خوش میگذراند و به گفته خودش بسیار کم بیمار میشود.